این سوال بیشتر انعکاس کننده حرکت بود. درباره آدمانی که در مهاجرتند به خطری و امکانیت‌های نو می‌جویند. درباره پیرخایی که نه همه وقت آسان است. درباره لحظه‌هایی که دستگیری مخصوص لازم است. درباره قرارهایی است که از نو باید قبول کرد. زیرا در پس هر یک قدم یک قصه علیحده شخص است. در سازمانی بین‌المللی مهاجرت ما گوناگونیم. ولی ما را باوری به مهاجرت بی خطر و سزاوار متحد می سازد. چون ما به همدردی، همکاری و حرمت یکدیگر باوری داریم. در سال 2025 با شریکان و همکاران برای دستگیری مهاجران و جامعه‌های میزبان در داخل و خارجی تاجیکستان فعالیت‌های خود را ادامه دادیم. فعالیت‌های ما برای آدمان، حفظ شرف انسانی، تأمین حقوق و امنیت و امیدواری خواست. ما نیز می‌دانیم که مهاجران نیروی بزرگ برای رشد هستند. سخمین آنهایی که به وطن برمیگردند و آنهایی که بیرون از کشور هستند و کشورها از آنچه دستگیری میکنند جزئی جدا ناپذیری تاجیکستانی امروزو فردا میباشد. سالی گذشته باری دیگر نشان داد که تحکیم احترام، همدیگر فهمی و انسانیت در زمینه مهاجرت تا چه اندازه مهم است. در سال نو ما تلاش خواهیم کرد که مهاجرت به خطر منظم و شایسته باشد. بگذار سالی نوی فرا رسنده به شما و نزدیکان شما آرامی، تندرستی و خوشبختی بیارد. سال نو مبارک.